سلام دوستای خوبم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام شما را با خودم ببرم به گشت و گذار توی شهری که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه، شایدم نه، ولی قول میدم تا آخر این ویدیو عاشقش بشید. بله، درست حدس زدید. داریم درباره بن توی آلمان صحبت میکنیم. شهری که با وجود کوچک بودنش کلی حرف برای گفتن داره. خب بذارید از اولین باری که پا توی بن گذاشتم براتون بگم. یه روز ابری بهاری بود. وقتی از قطار پیاده شدم، اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد بوی قهوه و نون تازه توی ایستگاه بود. اون لحظه فهمیدم که اینجا میتونه یه خونه دوم برام بشه. همون روز تصمیمم رو گرفتم که این شهر رو کشف کنم. پس بیایید با هم دونه بدونه جاهای دیدنیش رو ببینیم. خانه بتهوون. شاید بدونید که بن زادگاه یکی از بزرگترین موسیقیدان‌های تاریخ، لودویگ فان بتهوونه. خب منم کنجکاو شدم و رفتم سمت خونش که الان تبدیل به موزه شده. یه ساختمون قدیمی با دیوارهای زدرنگ و پنجره‌های چوبی که بلافاصله آدمو میبره به قرن 18. داخل موزه پر از وسایل شخصی بتهوونه، نوت‌های موسیقیش و حتی پیانویی که روش آهنگای معروفش رو ساخته بود. اون لحظه حس کردم دارم با یکی از بزرگان موسیقی نفس میکشم. قدم زدن کنار رود راین. از موزه که بیرون اومدم گفتم چی بهتر از یه پیاده روی کنار رود راینه. دوستان
اینجا همون جاییه که مردم محلی با دوچرخه میان، سگاشون رو میگردونن یا روی نیمکت‌ها میشینن و از منظره لذت میبرن. منم یه قهوه گرفتم و نشستم. صدای پرنده ها، قایقایی که آروم روی رود حرکت میکردن و باد خنک واقعا یه جور حس آرامش محض بود. مرکز شهر و خریدهای بامزه. حالا که ماجراجویی کردیم، وقتشه بریم یکم توی خیابونهای مرکز شهر بچرخیم. کلی مغازه رنگارنگ هست، از برندهای معروف گرفته تا مغازهای کوچیک محلی که چیزهای جالبی میفروشن. یه بار رفتم توی مغازه محلی، پیرمردی داشت عسل دستساز میفروخت. اونقدر خوشمزه بود که هنوز مزهش یادمه. یه نگاه به زندگی روزمره در بن. زندگی توی بن یه ترکیب قشنگ از آرامش و فعالیته. مردم خیلی مهربونن و اکثرشون وقتی میفهمن خارجی هستی با لبخند کمکت میکنن. اینجا پر از دانشجوهای جوونه، چون دانشگاه بن یکی از بهترین های آلمانه. حتی من چند بار رفتم کتابخونه‌اش. واقعا فضاش آرامش بخشه. حمل و نقل راحت و سریع. یه چیزی که عاشقشم اینه که توی بن بدون ماشین هم راحت میتونی هر جا بری. تراموا، اتوبوس و قطارهای دقیق که همیشه سر وقت میان. تازه مسیرهای دوچرخه سواریش حرف نداره. من خودم یه بار با دوچرخه رفتم کنار رود ران. تجربه فوق‌العاده بود واقعا. حمل و نقل راحت و سریع. یه چیزی که عاشقشم اینه که توی بن بدون ماشین هم راحت میتونی هر جا بری. تراموا، اتوبوس و قطارهای دقیق که همیشه سر وقت میان. تازه مسیرهای دوچرخه سواریش حرف نداره. من خودم یه بار با دوچرخه رفتم کنار رود ران. تجربه فوق‌العاده بود واقعا. هزینه‌های زندگی و نکات جالب. میدونم خیلیاتون دوست داری بدونید هزینه‌ها چطوره. خب راستش بن جزو شهرهای متوسط از نظر هزینه است. اجاره‌ها معقولند، حمل و نقل با بلیت ماهیانه مقرون به صرفه است و اگه خودت غذا درست کنی کلی صرفه جویی میکنی. یه نکته جالب، تو سوپرمارکت ها باید برای کیسه پول بدی، پس همیشه یک کیسه پارچه‌ای همراه داشته باش. خب دوستای خوبم، اینم از گشت و گذارمون توی بن. امیدوارم با این ویدیو تونسته باشم یه تصویر قشنگ از این شهر بهتون بدم. برای من بن یه جایه که توش میشه هم تاریخ رو حس کرد، هم از طبیعت لذت برد و هم توی خیابوناش گم شد و آدمای جدید رو شناخت. اگه شما هم تجربه از بن دارید یا سوالی براتون پیش اومده، حتما توی کامنت ها بنویسید. و یادتون نره اگه این ویدیو براتون جالب بود لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. ممنون که تا آخر با من بودید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و لبخند یادتون نره.
دوستای خوبم، اینم از گشت و گذارمون توی بن. امیدوارم با این ویدیو تونسته باشم یه تصویر قشنگ از این شهر بهتون بدم. برای من بن یه جاییه که توش میشه هم تاریخ رو حس کرد، هم از طبیعت لذت برد و هم توی خیابوناش گم شد و آدمای جدید رو شناخت. اگه شما هم تجربه از بن دارید یا سوالی براتون پیش اومده، حتما توی کامنت ها بنویسید. و یادتون نره اگه این ویدیو براتون جالب بود لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. ممنون که تا آخر با من بودید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و لبخند یادتون نره.